السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر و این خاندان مبارک و مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم. اینم باشم عقد نکاح است این مرداس جانه و این انشاءالله برادری دوست عزیز داملایی که بهترین هوشیار زمین داملا عمرم و توفیل انشاءالله توی جیانشو تبریک و مبارکباد بگیم. الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان محبت پیدا نماید و چنان محبت بین محمد مصطفی و خدیجه کبرا و چنان محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان محبت پیدا نماید و در آینده فرزندهای صالح و صالح از فضائل غیبی خودش کرامت نماید و سال دیگر زنده باشیم، یعنی صحت و خاطری جمع داشته باشیم با در توی عقیدوی این خاندان خدمت کردن و شما عزیزان دیدار دیدن و هم صحبت شدن. الله سبحانه و تعالی الها بر هر یکی ما و شما الها منصیب بگرداند و این توی همه ما و شما است و برای هر یکی ما و شما توی مبارک باشد و کدام جوان سرهایی که و جوان دخترهایی که تو که لحظه های شیرینی انشاءالله انسان انمی دقیقه ها است. 18 سال انسان آرزو میکند بچه باشه که یک زنی خوب گیرم، دختر باشه که یک شوهری خوب کنم آرزو میکنند و پدر و مادر انشاءالله این آرزو را جامعه اعمال میپوشانند. امروز با این جوان و این دختر این لحظه شیرینی حیات، این لحظه شادی حیات است. الله سبحانه و تعالی با کل خاندان ما الها نصیبه بدارد و بین این دو نوجوان محبت پیدا نماید. آمین و رب العالمین. امروز که عزیزان من ما در این توی سنتی وجود داریم، یکشن انشاءالله نصیحت ها و این جوان پسر و یکشن نصیحت و این جوان دختر که الله سبحانه و تعالی کرده است و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم نصیحت هایی که کرده هستند و سم این خلاقت عزیزان میرسانیم. امید بکنیم انشاءالله عزیزان من آوازها را پستر کنیم. التماس انشاءالله خلاقت چون که رفتیم عریضه شیرینیش باید که گوش کنیم و دل نشین شود و به لذت بریم انشاءالله. اندک یک 40 مینوت 50 مینوت اینجا انشاءالله خلاقت عالما حضور دارند. بسیار وقتهای شما رو نمیگیریم ولی همین التماس فقط آرامی را نگه داریم انشاءالله خدا خواهد. چون که صحبت اگر دل نشین شود اما عالما مزه میکند. صحبت که دل نشین که نشید عالم خلاقت دلگیر میشود حرکت میکند تیز کار شد جنبه سند و از خاندان شما دفع شد. بنابراین التماس میکنیم انشاءالله خلاقت کاران خدمت میکنیم انشاءالله التماس خلاقت آرامی که تی صحبت کنه آرامی که تی این بعد می اسکته کنست که تی برونن گیری من گفتن گیرم آخر بعد میست که سخنی خدا سخنی پیغمبر اینجا ذکر میشود سخنی الله مهربان ذکر میشود. این نصیحت هایی است که خلاقت باقی پدرت کرگی نیست، این نصیحت هایی که مادرت کرگی نیست. برای چی؟ من میگم چون که امروز تو همین میروی 18 که دومدی میگریزی میری 18 ساله گومه نه خلاقت دیدار بچه و پدر سر نه دیداری دختر و مادر سر. امروز چنان دوره ها شد که دوره نابودی حتی پول می آمد آدم ها نمیاری. امروز باور میکنین بعض پدرها گریه میکنن پیش منده که بچه ما یاد کردن داملا جان، بعض مادرها گریه میکنن که بچه یک ما یاد کردن که 5 سال و 8 سال و 10 سال شد دیدار این تلفن و این صحبت دیگر است. در یک جا شیشه بو کشیدن یک دیگر است. عزیزی من چیلی که خداخت مادر آرزو میکنه است بچه یکیش خداخت در گهواره بوی شیرین داشت همون بوی شیرینیش هم در کلامش آرزو میکنه است.
عزیز من انشاءالله، چون که بویی که در نزدیک است و از گلم از ریحانم بلندتر است انشاءالله عزیزان من. برای همین خداوند انشاءالله شما حرکت کنید که من نمیگم که کار نرم بلو خداوند انشاءالله، لیکن تستر از حال پدر و مادرت خبر بگی، اینا غنیمت هستن انشاءالله. اربع من سنت نبی صلی الله علیه وسلم، 4 چیز میگن از سنت های پیغمبران پیشین است، نه از محمد بلکه از آدم کشیده تا محمد صلی الله علیه. همین یک نکاح است، یعنی با واسطه نکاح یک جای شدنی یک بچه و دختر است انشاءالله عزیزان من. یعنی نکاح سنتی پیغمبر است، نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر گفت این نکاح یعنی سنتی من است، کسی که از سنتی من سرکشی کند وی امتی من نیست. یعنی مقصد از نکاح که با واسطه نکاح یک جای شدن انشاءالله خداوند یک بچه و دختر است. وقتی که با واسطه نکاح ما شما یک جای میشیم، این جامعه صالح میشود. از این خداوند نکاح خوب فرزندکای شما خوب میگیره، عالما میگیره، خالی ها میگیره، زنهای با شر و حیا میگیری با واسطه نکاح. از بی نکاحی چی؟ فرزندها انشاءالله خداوند حرامی به دنیا میآید. فرزندهای میآید که امروز آدم کش تروریست، یعنی بد اخلاق، بدفعل، بدرفتار، از این چی هست؟ بی نکاحی است. این نکاحی است که این جامعه را خداوند عالم و قاری و دانشمندان را زیاد میکند با واسطه انشاءالله نکاح. برای همین امروز یک زمان فطرت شده است که حرکت دارند جوانان به نکاح یک جایشان. الله نگه دارد. وقتی کسی که یک زن و مردی که به نکاح یک جای می شود، زمین بلرزه می آید، عرش اعلی می لرزد عزیزان من. اولا الله محبت خودش در قلب این جوانان جایگیر کند. در قلب ما و شما الله سبحانه و تعالی محبت خودش اجرا کند. محبت خودش داد، چون که در دنیا شیرین ترین محبت الله سبحانه و تعالی است عزیزان من. ما شما اگر محبت به خدا نداشته باشیم خدا را نمیشناسیم، گفتی خدا را نمیکنیم، گفتی الله را به جا نمیاریم، سرکش میشویم، گناهکار میشویم، نمیترسیم. ولی اکثر آدم میگه من از خدا میترسم، روش سیاه میکنم. از نماز یعنی از خدا میترسم میگه امروز عرب میخورم، از خدا میترسم میگه امروز زنا دارم، از خدا میترسم میگه پرستنده رسانه است، از خدا میترسم میگه دروغچی است، از خدا میترسم میگه بینماز است، از خدا میترسم میگه فریبگر است. این کجاست خدا ترسی است؟ آدم خدا ترس هرگز بابا جان اینجا بید اینجا نبی سوری نشید شمالی. این چیکار خدا ترسی است که انشاءالله نماز نمیکنیم. خدا ترس باید که سر سجده را بینم. من 20 سالی نماز خونم میبینیم به نماز شده. باور بکن جوانای اکثر به شیاری نماز خواهم این سالهای آخر نداریم. کلوتاییش است، پلداریش است، ماشینداریش است، چیزداریش است، خانه زیباش است. آینه تنه کی داره؟ کی داره؟ بگو اتنه نه الله داره. نخواه یک بار الله سپاسیبا نگویی، نخواه یک بار الله رحمت نگویی. یک اگر مخلوق تنه یک فایده بیاره یکم خدا انشاءالله چی جوته میتی. من دیروز شدگی واقعا من شهرشگان خدا رحمت کند. این شهرشگان بیچاره بسیار جوانی خوب بود، بسیار جوانی دلنشین بود، بسیار جوانی همصحبت بود. باور نکنه و یک مرگوش دین شب در یعنی بالیسه دولمتم برای یک کارگیری 5-6 دولش من شاید است من بچه ها 5-6 دولش و کارگیری تزد. من گفتم برادر ها چی شد؟ باعث گم کردن درست بود، باعث گم کردن همین جوله بود. این روز گاه ها بشنید دیگه ما گم بزنن گفت حیات همه خیلی از من رو ترم سهر گم بکنه ندیگر مونم، چون که مرگ همیشه در پی من رو ترس. هر لحظه خداوند انشاءالله چی گفتی شایر؟ اگر چه پرایی پیغمبر دارد، اگر چه پرایی سیموزر دارد، اگر رسم رسم آدم میدار که جانش میرود با
باور که همین جوان مرد اکثری هوشیار زمین باور کرد گرم شد اکثر هوشیار زمین در غم و غربت شد این حیات همیشه است لیکن این که این آیت پایسته نمیکرد ولی بسیاری نماز نمیخوایی بعد عبادت نمیکنی بگم فقط پیسه برام بگیرم فقط خلاقت نفقه برام بگیرم که این بگیری که این نفقه رو بید نکرد همین جوانم باوره که در بازار شیشتیم حتی هم صحبت شدم گفتم برادر خوب که این حضرتی آمدی گفت آقا جان آمدم همین جوراب توی میکنم است همین سرچم خلاقت روزای آخر خانم که ایمون کردم توی میکنم خلاقت انشاءالله یک مردم شیار زمینه آنچه ناز و نعمتی که دارم میکشم لیکن خدا فرصت نداشت من این روز در بحری باش اگر این روز در اینجا میبود با این توی شما لحظه دیگه میدیم برای همین تو امروز میگم وقت را غنیمت شمار که فردا ندامد نآید بکار امروز تمام غنیمت امروز خداوند امروز پدرکت غنیمت ای امروز مادرکت غنیمت ای امروز اکت غنیمت ای امروز خالت غنیمت ای امروز خواهرت غنیمت ای امروز دادرت غنیمت ای ممکن فقط جنازه منو بشنوی مگه میخیزی که از صلات الجنازه مولا مرده است حق کسی خواهد انشاءالله این هیچ کسی این کار کردن نمیتونه در زندگی من ولی این بیا در زندگی محبت در زندگی انشاءالله عبادت کردگی الله شناس باور که به نماز میری فقط در پیش خدا قدر نداری اگر میلیاردری دنیا باشی خداوند تمامی مردم خیر احسان کراشی خیرت به واسطه اطاعت عبادت است زندگی امروز خدا فرصت داد است خداوند الحمدلله امکانیت داد است کرده بگیر و دویم خدا محبتی چیه پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم در قلب ما جای کرد ما باید دوستای محمد باشیم عزیزان من پیغمبری نازنین خودشون در سخن مبارک میگن کسی که میگد من از پدرشم از مادرشم از زنشم از فرزندشم از تمام دنیاشم زیاده ناز نبیند و این مؤمن کامل نیست عزیزی من پیغمبر انشاءالله دوستا چون که پیغمبر 63 سال حیاتش برای سعادت اهل بشر برای سعادت امتش خدا شد فقط امت گفت امروز ما امتهای شرمندسی داریم امروز با کجا پیغمبر نه خدمت داریت بگو کجا خدمت داری کجا سنت های پیغمبر داریت کن توی میکنیم امروز بعد هم تمام عرق و فساد و توی های فساد که دیگه چیه توی تیپ سنتی پیغمبر نشاند پیغمبر کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است کسی را پیغمبر شفاعت میکنگی تیرکی سنت های پیغمبر انشاءالله زندگی که چی در خوردن و چی در آشامیدن و چی در رفتار و چی در گفتار چی در معاملت چی در آینه داریدن الله محبتی همین حبیب شد در قلب ما جایگیر بگرداند و این چنین محبت بین جوان و همین دختران دارد عزیزان من اگر بین این جوان و دختر محبت نباشد این ملیونت بیکار است ملیاردت بیکار است من یک جوان میدونم چهار پدرش و یک آرزوها خلافت خاندانش کرد عموما زن نگاه نکرد چون که میل به هنوز زن نداشت عاقبت جدا شد خدا بین این دو نوجوانم حقیقی محبت پیدا نماید که یکدیگر دوست دارند یکدیگر حرمت کنند یکدیگر عزت کنند دامادی عزیز روپقی من میشین خلافت انشاءالله و یک آرزو امروز قدم رسانه قدمی خوشبختانه بود فعل اطوال معاملت خلافت گم کن زن تا دوستان زن تا بگو خلافت اولا خدمتی پدر مادر شکنه امروز ما گشت است امروز یک با شعار برداشتیم بدبختاکی جویا که عروس فقط خدمت شوشه بکنه و خدمتی پدر مادر شرط نیست این خطا است عزیز من خلافت انشاءالله این کلمه کسی که برداشت است خطا کرده است دوری رازگی خدا در رازگی شوهر است کسی که خلافت زنه که اگر خلافت پای وقت نماز کند روزه ماه شریفی را مردان دارد خودش از یعنی بیگونه ها مردان بیگونه نگاه بدارد انشاءالله خلافت و شوهرش اطاعت کند هشتری جنت برای شده است لیکن اساس مقصدی حیات خدمت کردن همین انشاءالله یعنی مادر و پدر است من در یک دایره ششتم یک 10-12 بچه یک بچه همین مسئله باشه سی
گویا که گفتن میگه که این عروسی من ندازن است که خدمت پدر و مادری من کنم. من گفتم نه انصاف، همین آمدی از کوچکی مادرت پیشاب شسته است، آمدی از کوچکی مادرت بیچاره کسان شده سوی یک جایی نجاست کرده مونده است. دیمک زنی تو ندازن، تو دازن باشی گفتم تو از زندگی طرف تکون میکنی، تو باید که بیرون از خانه تامین کنی. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم فاطمه علی را یک جایه کرد، نصیحت کرد، دو تا نصیحت کرد خلاص، چون که به حجم عالی بودن. فاطمه تو زهرا و علی مرتضی بود. گفت بچم وظیفه تو از بیرون تامین کردن است. دخترم گفت وظیفه تو خانه را آباد کردن است. الله اکبر. برفت من دو آیله آباد ابدی نامش در تاریخ ممکن هر روز بخواه کنید که محبت علی فاطمه را در قلب ما خدا جای بگیرد. زن خلافت عروس بود و البته خدمت پدر و مادر کنه خلافت انشاءالله. دعای پدر و مادر کنه، چون که پدر و مادر آرزو میکنن. ولی زنی شما این خانه می آید یک ساعت بعد مادر که بیچاره دریده دختره که اومدی گفته از پیشانید خدا قلب موسی میکنه از پیشانید. همون چون دختر کبون همین کیرین دختر است عزیزا. این دختر مالی کس است. این دختر زاخت دادی و 10 تا خوشه دارد. اجازتش بیاید خانه، لیکن اساسی دختر همین خوشبامنا را من میگم اساسی دختر همین چی است؟ همین عروس است. همین انشاءالله خلافت کیرین همچون دختر قبول کن انشاءالله. خلافت همه چیز از دو طرف است. میگه خدمت نمیکنن نه ما خلافت یادشته ما شما خلافت انشاءالله و بیچاره ولی نه وقت حیات قدم موندن من تو که یادشته خطایاش اصلاح کنیم سیر خونه را نبراریم انشاءالله زندگی خوب بشود. لیکن افسوس که اون زنها روز باید خلافت سیری کلیش را ببرارن. دعوه میگه نه هیچ کس نگو مرد و زن همان مرد است که سیری خانه مخفی مونده است. باید که بعد جوانای بعد اخلاق بدونم جاگه خوابی شد بعد جواناش نقشه بکنه امروز مرد تو مردم نشیده با اخلاقت انشاءالله. پیغمبر اسلام لعنت کرده کلام مرد که خلافت جاگه خوابی شد اومده در پیش خلافت انشاءالله جملات بگوی این عیسی موتی تر خلافت سوئی زنی تو چیکار بکنی چی بکنی و زنی تو از همه کلی بدنش به دهران است. لیکن بلی که خلافت با اومده رکلام بکنی ما بعد یاد نشد در اینترنت پاوتاس ابن ناموز آزنی تو کی در کاره ها نکی کار خلافت ای بس چند آدم لایک در میکنن چند آدم بلیتی بعد حکارت میکنن در روزیری کمی درسون من حکارت میکنن بعد بخلاه هستن من دیدن میکنن میرم نه پرم نه مادر من دیگه نمیشم و چون که بدبخت همون احوال شد درون شما از خلاص اون چی میگه در دیگ باشد میبراید این خدا نشتر میکنه که آلوها همه دوست بدارد. همین شازنی 50 پایدش من در دشمن است. من هیچ خبر نمیشم. من با خود سر نمیشم. با وقتی شما کنه رفتن میگیرم. کی میکند هر کی کند با خود کند با دیگران چه سود کند. این نکی کارد خواهی جان نکی دادن جان خداوند انشاءالله. این باید که خانه اسیرش مخفی باشه. حتی من در نگوش خطاش نگومده باید نگویم بیا مگه بود چیرین درد نکن و که من خطاکار هستم خداوند انشاءالله باید نکنم بچه تا نگو نمیشه یا نمیشانی همه کشیده داری این نوازش کرنگی میل شبت زیاد بکنن بحبش بود در وقت آخواد دیگه بود نخوا انسان نکنه خداوند ما انسان ها رو اول بالا است واقعی انسان هم خداوند انشاءالله یا باید خوب در همین عروس هم مادر تو دختر جانم بود پدر تو دختر جانم بود خداوند انشاءالله معامله خوب کند همه هم دیده که یک بابت دیده که جان شبه تیر خداوند چون که زن دو چیز محتاج به دست پایسته مثل که شوهرم کنه مفتاشه که من تر نرز میبینم پایسته مثل است بینید محبت سرچشمه ایدت اومدی جوانی عزیز زنک جان گو منم گو خرمت گو گلم گو ریحانم گو چی در دهن الله بیشیده باور که زنت ایداش پرده خیلت بپچت میبینم بگو میگوسته که من تو را دوست میدارم و پدر و مادرت دوست میدارم باید باور که سرش در آسمون میرسید است
افتزه من این مرد خوب جون شمیت اطلاق کرد کی نخواهد که آمن یک خطه خسته یک دن حکالت کنم تا مردن تا من عمر ببینم یا نمی تا مردن تا نگین آدم رسیم ملا رسیم این بدبخت من حکالت کرد این من همین گفت نیکی گفتم کو همین زنم همین است کاش از باشد تو فلان و پیستان ویش این در دست شکستگی گور برآورده من فکر نگاه کرد دستم شکسته باشد یا دستم شکستگی بود همه کمبودی دارد اگر اگه هر یک انسان را زیاد کنی میگه در دنیا بی‌عکی است فقط یگانه الله هست خلاص انشاءالله با محبت باشد دخترم بچه هم این روز عبارت تو این خاندان این دختر و بچه هستی ولی خدا خواهد انشاءالله سهر میری زنک دست قبیله بچه کم اومدی بگرد بیچاره مادر این پیش دقیقه میبرده پدرکش بچه جانو میگه اگر دو سه بچه داشته شد تو چهارم تازی بچه واری رفتار کن حرمت کن عزت که خدا خواهد انشاءالله مهرت بکه خدا خواهد انشاءالله چون که تو آریش بشه خلاص تو اون خانه میره این خانه اومد چی شد و یا بچه و یا چون که چهار پیر چهار تگیران بعد اخلاقا مادر و پدر زن و خواهش حقارت کرده میگشته گویا که به هیچ نه وی خواهد است اما خواهر همین دختر در دستی تو است نکاحی چندین نفر آدم حرام می شود نکاحی خواری وی امهی وی خالهی وی اپهی وی اچهی وی دیانایی وی همش حرامی ابدی است به آدم را چونکه تو میگه فرزندی همچون فرزند معامله کن حرمت کن عزت کن خدا خواهد انشاءالله حرمت و عزت شب بجا بیاد خدا خواهد انشاءالله همین اگر دو چیز شما انصاف کنه هیچ کار در کار نیست نه مولا در کاره نه مشسکوای در کاره نه رئیس در کاره هر بپیک انصاف نکردی بر همون بینی ها بتکنه تا اینکه آیله شما برقرار شود تا اینکه آیله سیری آیله تا ببراری سیری خود چی در کار هر بترش کن خانه جمع کردی همه جمع میکنن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آیشه صدیقه قانش داریم همه یکی شوالش بگو والی چونکه 20 سال دختر دارم خطا دارم وقتی که قاری شدم حضرت پیغمبر اسلام گفت که یک صحابه رو برای ابوبکر بود بیا یک دختر شد گفتم نصیحت کردم وقتی که ابوبکر اومدن 6 دقیقه فاطمه در این گوشه خونه است علی در این گوشه پیغمبر در این گوشه خونه عایشه در این گوشه گفتن چی گپ است پیغمبر که گفتن که عایشه همین وضعیت واقعا را تو میگوی یا من بگو عایشه دوخ کرده گفت که محمد اگر بگوی حق بگو وقتی که ابوبکر سرش گرم شد این گفت در پیش من عایشه اینقدر سیاست داره این من نباشم این محمد چکار کنم خیز میگه دکترش زیری لگت قرار گیرد اینش خونم حضرت پیغمبر جا کرد که ابوبکر من تو را آوردم که نصیحت کن دختر را چون میدنی گفت محمد وقتی که من میبینم این در نزد من این معامله دارد هیچ من نباشم چکار کنم گفت ابوبکر برابرم ما امروز خطا اسلام نمیکنیم درها تو پلنگ میکنیم درها داد چند جا داماد قبیله زده سادیم تپل ها دختری من فرار کنیم نیک اول حقیقت کنیم اول بشینه خلافت نیست یعنی پیغمبر شینه آیلهی کنه مسیحت کنه باید که ما خطا یافته اصلاح کنیم آیله ویرون نکنیم آیله ویرون کردن یک دقیقه یک گم بزنی دنیا کپت نیست در خلافت انشاءالله دیگر وقتی سوارکه هم کرده نشه اگر تمام ملای دنیا را جمع کنی سوارکه کرده نتونه نیکات کرده نتونه خدا نگه داره نیکید انشاءالله خلافت آوان اوی کن فکر کن درا طلاق پیشه نکن درا جدا شدن حساب کتاب نکردیم از الله بترس بخواهد انشاءالله میلیون همین مرداشان یکی مدتی 10 سال است کل جمع میکنند مدتی 10 سال است مردم آشی نور که بچه یک زن خوب گرفته که مرده که نبودن حرکت داره حتی در 3 روز بربادش دیدن در 3 روز بعد خلافت انشاءالله باشی همه یک زنه همه یک نوره آره نشد اونو سمگیری همه میخون میپوش میگه نیم سمگیری میخون میپوش میگه حرمتون کن عزتون کن هر یک دختر اینجا قدم میمونه کی باید باید همچه دختر باشد حرمت و عزت و احترام شخص بجا بیارن کسی میشه اومده باید نمیشود همه یک زنک است همه اولش اصلای دیوش کسلای سیمش مگر
و دیم چه زندارا من بدون بیسته گشتیم کلپسه در تکشش من کلپسه بخیرم و بیچاره یکمش کلپسه خونگی نیست بیچاره نوری کار کنم اینوز در رسی هستی باها پولش نمیبوسونی بیچاره سیر یک کسه نمیگه یک بریده نور خاک فایده همی خدا قدر و ایره 6 دست بیچاره تره گفتن لیکن اون بیون زن نمیشه میتونه دگوار کم میگیره میگه کوارتیر میتی، ماشین میتی، خانه و دم میتی آورد یا که من دست را بکس دولار میتی، بکس میتی خیزمان بکس تو بکنی تو بکنی خدا قدیم شد چوی دم بکنی این اولا ها هستن که اصل است انشاءالله همین اولا از دست نده ولی همین خدا خد دیگه با علما حضور دارم عزیزان ایران انشاءالله صحبت کنیم صحبت بسیار است خدا خد انشاءالله ولی این آخرین سخنی که میگویم جوان های عزیز خدا خد انشاءالله عبادت کنید نمازها نخونید همه باعث همین چیزا به نمازی است همه باعث این جنگ و جدال و این غربت و این بی‌برکتی اخلاق و همش به نمازی است نماز خونه در وقتاش عبادت خداوند بجا بیاره از الله بترسه امروز امکانیت زور داده است من بالای دستارخانه بین شکرانه که بین بالای دستارخانه والله که خیلی خلافت حتی پادشاه ها خیلی نمیچینه می پادشاه ما بیچاره این شبکر ملیار شب و روز درگم چیه پیش بودن زندگی حیات مردم های باور نکنید گاه خواب میروم اینو میرم میگم وزیراش بین من تو خدا کرد من کنال انشاءالله خدا کرد آدم میزنیش کمسه میگونی خدا اومده الله اکبر این قدر لازم نعمت داده شکرانه که یک بار الله خدا کرد رحمان نمیگوی یک بار سر بسرده میگی سبحان الله الله پاک است این قدر لازم نعمت داده باور کرد امروز همین امیر علی خان نمیشه نخوندگیست امیر علی خان نمیشه نوشاکی ها را نبود همین خیلی خدا خواهد این دعوه ها رو این خدا داده شکرانه کن شکران این نعمت افسون کند کفران این نعمت از کفت بیرون کند باور نکنید من هشتم میخوندم شین یواقی میکشیدم چون خدا دست دهید این قرآن بکی و اما بنعمت ربک فحدیث ای محمد از نعمتهای من مردمان را نقل کرد من هشتم میخوندم نهم میخوندم با کشین یواقی یک کودکر دو کسی یک از میپوشته مکاو دادن باور که بایها را پایسته میستادن این 80 سال است دور نیست را پر انشاءالله 30 سال 50 سال پیش باور بکنید انشاءالله و موزه کذانی مکتب ادا بکنید لباسی زیبا داد و خطچه مادر اکام خطچه و دختر داد خطچه که خلافت از یک مکه اجدگی مکتب میرفته این خدا فقط این لباسا رو بید این سوکچه ها رو بید آدی کتاب هم بوشید باید کمتای همه از کیا مونده خلافت انشاءالله از سوکچه هایی که یک دفتر میبوده خلافت خلافت انشاءالله امروز این چیزا داده شکرانه کرد این لباس خیلی خدا را بید خدا را بید خونه در بجابت خونه های زیبا در بجابت شکرانه که الله امروز ناز و نعمت بسیار داد بنا شکرانه خلافت انشاءالله 5 وقت که نماز کار خونده تو میشم حیات و زندگی را که پیش بر خلافت در جوانی زندگی را مستحکم کرده میاد در خلافت انشاءالله کی دین و کی دنیا تا آباد سعادت این دنیا و دنیا